سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. جلسه 37م آموزش فصل 3 ISTQB رو با هم شروع میکنیم. به بخش ریویو پروسس ها رسیدیم. خب توی مبحث در واقع استاتیک تستینگ، قسمت ریویو ها، اینکه در واقع اون کاری که توی استاتیک تستینگ انجام باید بدید خلاصه میشه توی همین ریویو کردنه. مراحل ریویو کردنه رو با هم چک میکنیم و اینکه اصلا اجزای ریویو چیه، انواعش چیا هستن و چرا انقدر مهم هستش که تا انتهای فصل با این مبحث ریویو پروسس ها میریم جلو. خب میگه که reviews vary from informal to formal. خب اولین نکته اینه که ریویو ها دو مدل دارن، یا ریویو های ما به صورت اینفورمال یا غیر رسمی انجام میشن یا به صورت فرمال هستن. حالا میگه informal reviews are characterized by not following a defined process and not having a formal documented output. میگه که در واقع اون ریویوهایی که رسمی نیستن ویژگیشون اینه که دنبال روی هیچ پروسسی نیستن، هیچ پروسه‌ای رو طی نمی‌کنن، هیچ داکیومنتی به صورت رسمی از این جلسات ریویو در نمیاد. پس مسئله‌ای که داره، حالا نمیگم نوع بعدی از ریویو، نه، یک ویژگیش اینه که پس هیچ فرمال داکیومنتی ازش به عنوان خروجی آوتپوت ما نداریم. فرمال ریویو ها، حالا یه دونه توضیح میده، میگه که فرمال ریویوز ها are characterized by team participation, documented result of the review and documented procedures for conducting the review. میگه ولی برعکس اون ریویو هایی که به صورت رسمی هستند توسط اعضای شرکت کننده ی تیم، داکیومنت هایی که حاصل از نتایج ریویو هستش اینا رو داکیومنت میکنن و حتی پروسه جمع‌آوری و در واقع پروسه که ریویو اتفاق افتاده همه اینها داکیومنت میشه و واقعا یه جا سیف میشه اطلاعاتش. The formality of the review process is related to the factors such as the software development life cycle model. میگه که اینکه این چقدر فرمال باشه، این ریویو به صورت اینفورمال یا فرمال برگزار بشه یا همون توی پروسه فرمال بودنش چه درجه ای از فرمال بودن رو داشته باشه، همش بستگی به یه سری فاکتورهایی داره، مثل سافر دیولپمنت لایف سایکل مدل، چرخه تولید نرم افزار ما به چه شکلی هستش، the maturity of the development process، چقدر این پروسه دیولپ کردنه بالغه، یعنی چقدر پیشرفت داشته. اینه که تو شما داری این کار توی یه استارتاپ نوپا داره در واقع انجام میده یا نه یک شرکت و سازمانی که یک ارگانیزیشن بزرگی هستش. The complexity of the work product to be reviewed، چقدر اون work product'i که داری بررسیش میکنی در واقع پیچیده است، complex and any legal or regulatory requirement and or the need for the audit trail. و اینکه آیا یک سری قوانین ملزومات در واقع قانونی یا رگولاتوری داری که اینها رو چک بکنی و چقدر نیاز هست به اینکه حالا یک سری آدیت ها و یا در واقع ویراستاری هایی رو بخوای اعمال بکنی برای این پروسه. The focus of the review depend on the agreed objectives of the review. میگه در واقع تمرکز ریویو بستگی به این داره، به یک سری هدف هایی که در واقع از قبل agreed شدن، از قبل توافق شده روشون. مثل چی؟ مثل finding the defects, gaining the understanding, educating participants such as the tester and new team members, or discussing and deciding by consensus. خب میگه یعنی چی؟ میگه هدف ما یه سری هدف‌های از قبل تعیین شده است که چرا داریم این جلسه ریویو رو انجام میدیم و آخرش میخوایم به چی برسیم. به چی میخوایم برسیم؟ اینا میشه هدفام. اینه که باگ پیدا بکنیم، یک در واقع درکی رو به دست بیاریم، یک مفهوم، یه جایی سوال داریم میخوایم توی اون جلسات بپرسیم و برامون رفع بشه اون در واقع ایرادات و در واقع سوالاتی که داریم.
آدما رو educate بکنیم، آدما رو آموزششون بدیم. حالا این آدما میتونن تسترها باشن، اعضای تیم باشن، یا هر کسی که نیاز داره. تو این جلسات ریویو در واقع یک سری جلسات آموزشی طور هم هست که آدما با اون بیزینسه، با اون معماریه، با اون در واقع نرم افزاری که حالا داره تولید میشه به دیتیل بتونن از تیمای دیگه، از در واقع اطلاعاتی که هست از قبل بوده و به یه آدم جدید بتونن این رو منتقل بکنن. or discussing and deciding by consensus، یا بتونیم بحث کنیم یا به یک اجماع نظر یا نظر جمعی برسیم در مورد حالا اگر مثلا چالشی هست، سوالی هست. و بعد میگه که خب این استاندارد ایزو این شامل contain more in-depth description of the review process for the work products including rules, review and techniques. میگه که اگه میخوای اطلاعات بیشتری و عمیق‌تری رو در مورد پروسه ریویو کردن به دست بیاری، میتونی مراجعه کنی این استاندارد رو سرچ کنی با این شماره و اطلاعاتت رو بالا ببری. خب قسمت بعدی میاد در واقع این ریویو پروسس رو به چند قسمت تقسیمش میکنه. یکی از کاری که باید توی پروسه ریویو انجام بدیم ورک پروداکت ریویو پروسس. خود این پروسه ریویو کردنه باز به چندین قسمت تقسیم میشه که یکی از اونها مثلا پلنینگ، اینیشییت ریویو، ایندیویدوال ریویو، ایشو کامیونیکیشن اند آنالیز و فیکسینگ اند ریپورتینگ. که این قسمت های بعدی که با هم میخونیم در واقع مین اکتیویتی ها یا در واقع کاری اصلی که توی این مرحله که ریویو کردنه باید انجام بشه. میگه اولین کار توی این ورک پروداکت یا یه محصول شما میخوای برداری و روش ریویو انجام بدی، چی کار باید بکنی؟ خب این اولین کار اینه که پلنینگ انجام بدی. Defining the scope which includes the purpose of the review and documented or parts of the document to review and the quality characteristic to be evaluated. میگه اولین کار اینه که خب یه اسکوپی رو، یک چارچوبی رو مشخص بکنی، یک هدفی رو از این ریویو بذاری و اصلا بگی که چه داکیومنتی رو ما میخوایم برداریم، بررسیش بکنیم، کدوم قسمتش رو، اصلا همه صفحاتش. فرض کنید یک داکیومنت 100 صفحه است، نه ما میخوایم 20 صفحه مثلا اولش رو فقط بررسی بکنیم. این رو باید مشخص بکنیم چه ویژگی هایی رو قراره توش چک بکنیم. از لحاظ معماری میخوایم چک کنیم، کل رو میخوایم چک کنیم، از لحاظ پرفورمنس یا ویژگی های غیر فانکشنالیتیش رو بخوایم بررسی کنیم. اینا رو باید توی این قسمت پلنینگ معلوم بکنیم. Estimating effort and time frame، چقدر میخوایم حدوداً زمان بذاریم، چقدر نفر آدم effort میخوایم بذاریم، اینا رو باید مشخص کنیم، time frame و effortش رو. Identifying review characteristics such as the review type with the roles, activities and checklists. بخوایم چیکار بکنیم؟ مشخص بکنیم ویژگی هایی رو که باید بررسی بکنیم، که ریویو تایپمون چی هستش، رول ها و نقش ها، اکتیویتی ها، فعالیت ها و چک لیست رو معلوم بکنیم که حالا چک لیست رو در واقع با لاگ رو جلوتر با هم بیشتر بررسی میکنیم. پس نقش های آدم ها، فعالیت هایی که باید انجام بشه و تمام ویژگی ها رو مشخص میکنیم. Selecting the people to participate in the review and allocating rules. آدم ها رو معلوم میکنیم، بهشون نقش میدیم و در واقع بهشون میگیم که باید چی کار بکنن. Defining the entry and exit criteria for more formal review types. بعد entry criteria در واقع ضوابطی که برای ورود هست و اگزیت کرایتریا و اون شرایطی رو که برای خروج از این جلسه ریویو ما نیاز داریم رو بررسی میکنیم. یعنی چی؟ فرض کنید که شما میخواید که یه داکیومنتی رو ریویو کنید، اصلا اینتر کرایتریاش میتونه یکی این باشه که اصلا این داکیومنت الان آماده هست که شما بخواید این کار بکنید، تمام اطلاعات جمع آوری شده، این نسخه فاینال هست که بخواد در واقع وارد شرایط ریویو بشه. اون آدم ها که باید ریویو را انجام بدن همه اویلیبل هستن برای مثلا اون تاریخ اون زمان خاص. اینا میتونه اینتر کرایتریا باشن. اگزیت کرایتریا حالا باز بستگی داره، میتونه به اینکه اوکی ما اگه توی این داکیومنت مشخص میکنیم اگزیت کرایتریا اینه که آقا تا آخرین مطلب رو ما بررسی کردیم، 5 تا باگ پیدا کردیم،
مثلا این از نظر ما اوکی دیگه، این میشه شرایط اگزیت کرایتریا. آیا تمام چک لیست رو بررسی کردیم، تمام سناریوها رو مثلا چک کردیم، اینها رو میتونیم به عنوان اگزیت کرایتریا قرار بدیم. و اینها بیشتر برای فرمال ریویو ها کاربرد داره. checking that the inter criteria are met for more formal review. بعد اینکه حالا اگر تعریف کردیم اگزیت و اینتری کرایتریا رو، تا چک کنیم که آیا این شرایط مهیا هست که ما میخوایم الان ریویو رو انجام بدیم یا نه. خب حالا فرض کنید که اینتر کرایتریا مشخص شده، معنای همه چی آماده است، داکیومنت های ما میخوایم بریم سر جلسه. مرحله بعدی اینیشییت ریویو، اینه که در واقع استارت ریویو رو بزنیم. یعنی چی کار بکنیم؟ distributing the work product physically or by electronic means and other materials such as issue log forms, checklist and related work product. اینه که آقا توضیح کنیم این در واقع work product مسئولی که میخواد بررسی بشه رو، حالا به صورت فیزیکی، اگر یه دفترچه هست، اگر دستور عملی هست، نمیدونم منظورش اینه که حالا به صورت فیزیکی یا الکترونیک یا مثلا PDF فایل داکیومنتی آماده شده، اینها رو تگ کنیم و به تعداد به آدما در اختیارشون بذاریم، یا هر متریالی که دیگه که لازمه بهشون لایک فرمز بدیم، چک لیست بدیم، یا هر چیزی که حالا مرتبط هست. که این چک لیست و لایک فرمز رو توی قسمت‌های بعدی قشنگ راجبش توضیح میدیم که چیا هستن. Explaining the scope, objective, process, rules and work products to the participant. و آدمایی که قراره بیان شرکت کنن، یعنی اومدن دارن شرکت میکنن توی جلسه، نقشاشون رو بگیم، مراحل رو بگیم، هدفمون رو بگیم که چی هستش، اینا رو توضیح بدیم. Answering any question that participants may have about the review. اگر سوالی آدما دارن که آدمایی که سلکت شدن توی این جلسات ریویو انتخاب شدن شرکت بکنن، اگه سوالی دارن باید به سوالشون توی این جلسه اینیشییت ریویو پاسخ داده بشه. بعد از این آدما میرن چیکار میکنن؟ ایندیویدوال ریویو میکنن، میرن شخصی خودشون شروع میکنن، خودشون ایندیویدوال پریپریشن یا ریویو رو انجام میدن یا مطالعه میکنن و ریویو all the part of the work product، اون تمام یا بخشی از اون چیزی که در اختیارشون گذاشتن رو که مشخص شده براشون رو مطالعه میکنن. noting potential defect, recommendation and any question. میگه نوتینگ میکنن، یعنی چی؟ یعنی که یادداشت میکنن، برای خودشون یه جا مشخص میکنن که پتانسیال دیفکتی مثلا پیدا کردن. چرا میگه پتانسیال دیفکت؟ چون هنوز مشخص نیست آقا این چیزی که مثلا از نظر این دیفکت واقعا دیفکت هست یا نه. برای همین میگه پتانسیال، یک پتانسیل اینو داره که دیفکت باشه، ولی باید بررسی بشه. ریکامندیشنی دارن، توصیه‌ای در واقع دارن، بهبودی دارن، یا اصلا سوالی براشون پیش اومده دوباره. قسمت بعدی میاد ایشو کامیونیکیشن اند آنالیز میشه. حالا آدما ریویوهاشون انجام دادن، میان جلسه رو با هم میذارن، میگن که خب کامیونیکیت میکنن، آیدنتیفای پتانسیال دیفکت. هر کسی که بوده یه قسمتی از این داکیومنت رو یا کلش رو خونده، یه سری باگ هایی رو به نظرش رسیده، حالا دیده مثلا یه جا حتی شده غلط املایی هست، غلطی هستش که توی مثلا ریکوایرمنت ها بوده، غلطی بوده که مثلا یه اشکالی رو توی سیستم ایجاد میکرده، یک باگی رو حالا توی اصلا هر نوعی پیدا کردن. اینا رو میان به هم دیگه میگن توی این جلسات، آنالیز میکنن potential defect, assigning ownership and status to them. و بعد میان این دیفکت ها رو آنالیز میکنن، اوکی، مشخصشون میکنن. یک بعد از که تایید شدن، یک آدمی رو به عنوان اونرشیپ یا مالک اون باگ در نظر میگیرن و یک استاتوسی بهش میدن، یک شرایط مثلا یک میگن حالا اوپنه، نه این ریجکته، نه این اوکی باید بررسی بیشتری بشه، همون یه استاتوس بهش میدن. evaluating and documenting quality characteristic، شرایط در واقع کیفی اون داکیومنت رو، ویژگیاشو بررسی میکنن. evaluating the review findings against the exit criteria to make a review decisions, reject major changes needed.
accept possibility with the minor changes. و بعد میان میگن که اوکی همه باگامون ریختیم با هم و شاید شد مثلا 10 تا باگ، بعد حالا باید اینها رو در موردش تصمیم گیری بکنیم. اوکی ما گفتیم اگه 5 تا باگ داشته باشیم دیگه شرایط اگزیت کرایتریا فراهم شده، اگه نفر هر کی یکی باگ پیدا کرد اگزیت کرایتریا بوده. حالا اینا باز یه چیزای ساده است، میتونه اگزیت کرایتریا چیزای مهمتر پیچیده‌تری هم باشه. و اینکه مثلا یکیش میتونه این باشه که اگه باگایی که پیدا کردیم وضعیتشون همه ریجکت بود، هیچ کدومشون باگای صحیحی نبود و ما این استاتوس ریجکت رو میدی و این رو میذاریم اگزیت کرایتریامون. اوکی پس جلسه دیگه ریویو تمومه. پس به این باگامون ریجکت major changes needed تغییرات اساسی لازم داره، accept قبول possibility with minor changes و اینکه امکانش هست که ما این رو مثلا این دیفکت رو درست کنیم با تغییرات جزئی. و قسمت آخر اینه که fixing and reporting. حالا میخوایم این باگایی رو که اوکی قبول شدن اکسپت شدن رو هم باید یه کاری هم باشون انجام بدیم دیگه، یعنی یا سالوشون کنیم، بالاخره تصمیم گیری نهایی براشون انجام بدیم و در آخر هم یک ریپورتی درست کنیم که میگه creating defects report for those findings that require changes to a work product. میگه اوکی یه سری از باگات رو گفتی میتونیم درستشون بکنیم و یه سری چنجز هایی رو، یه تغییراتی رو پس لازمه که ما بدیم، اینا رو ریپورت کنیم، گزارششون کنیم. Fixing defect found typically done by author in the work product review. میگه که دیفکت هایی رو که پیدا کردیم رو خب ببینیم که حالا اون آتورش، اون نویسندش، هر کسی که بوده کیه، بره ریویو کنه و اینا رو بتونه حلشون بکنه. Communicating defects to the appropriate person or the team. اگه مثلا دیفکت مربوط به یک تیم خاصیه به اون آدمه اساینش بکنیم یا به اون تیمه. Recording updated status of the defects in an informal review, potentially including the agreement of the comment originator. میگه که خب حالا این یه سری باگا بود که پیدا کردیم، یک وضعیتیش رو بهش اساین کردیم و حالا تغییر کرده، مثلا اکسپتش کردیم، بعد دوباره یه سری راه حل دادیم که اوکی با یک سری تغییرات جزئی یا نه با یک سری تغییرات زیاد ما میتونیم اینو سالو کنیم، حلش بکنیم. پس میایم حالا استاتوسش رو تغییر میدیم، میزنیم مثلا این یکی که اینجا گفته بود major changes needed یا مثلا possibility with minor، از مثلا حالت accept میایم به این حالت یا از accept میایم به حالت دیگه ای. و میگه که خب این تغییرات رو هم داکیومنت کنید، ریپورت ازش، یعنی رکوردشون کنید، ضبطشون بکنید، اینها رو داشته باشید. gathering metrics for informal review. میگه برای ریویو هایی که فرمال یا رسمی هستن شما باید یه سری متریک هم اگه بشه جمع آوری بکنید. مثلا متریک بذارید که آقا توی هر جلسه ما میان که مثلا اینقدر تعداد باگی هست که پیدا میکنیم. یک checking and exit criteria are met. چک کنیم که آیا اون شرایط خروج از این جلسه ریویو فراهم شده یا نه. accepting the work product when the exit criteria are reached. و در پایان جلسه ریویو ما این ورک پروداکت رو به این صورتی که در پایان جلسه هست و شرایط اگزیت کرایتریاش به وجود اومده، اوکی اگزیت کرایتریا میتونه باشه اینکه این محصول آیا هنوز هم قابلیت این ورک پروداکت قابلیت استناد رو داره یا نه، میتونیم ازش استفاده بکنیم، پس قبولش میکنیم با یک سری باگ که حالا یا قرار درست شن یا قرار نیست درست شن یا اصلا ریجکت شدن. و یک اوورویو کلی از این محصول ما در پایان ریویو داریم و بعد جلسه رو اون ریویو پروسس رو تمومش میکنیم. میگه the result of the work product review vary depending on the review type and formality as described in section 3.2.3. میگه خب نتایج میتونه خیلی متفاوت باشه، بستگی داره که چقدر این جلسه ریویو ما فرمال هستش، که توی قسمت‌های 2 تا قسمت بعدی یعنی به این اشاره میکنه که چجوری میتونه پیش بره. خب این بخش بعدی رو من شروع نمی کنم، توی ویدیو جدیدی رو براتون آپلودش میکنم که حجم ویدیو طولانی و زیاد نشه. ممنون که با من همراهید.
اگر که این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، سوالی دارید برام کامنت بذارید و وقتتون بخیر.